دعای ما شما چرا قبول نمیشه؟ چرا قبول نمیشه؟ به خاطر از اینکه اول دمی شهر میریم بیار یک سیجی. خب و سیجی چه قسم سیجی هست؟ وقتی که از اون نفر هتلی پرسا میگیم برش میگیم یگان داره خوب مرده که کلاگه که سفید داره، ریشه شام ماشاءالله خوب ریشام داره، لکن در غضب الله گرفتار است. چی میگن؟ این خب ما خود ما حلال کردیم، بیخی حلال که بگیست بخورین استاد. دقیقاً آخر یک شاگرد است که میبینید یک کمک دیندار است، من برای من میگن استاد خوب است، سلطان خوب است، جناب باش من آخر من والا من تو را بسیار استاد خوش دارم. خیر ببین خوش داری، خیر یک راست خوب بگو. چی بگم؟ همین مرغی که سیجی است همین چطور است؟ استاد یخ زدگی است، از برازیل آمده. از برازیل که پرسان کردم برازیل جان همین مرغا را که میکشی چطور است؟ الله اکبر میگین. او گفت وات از دمین گفت الله اکبر. الله اکبر چی است که ما بگوییم؟ او کافر است، او کافر است. او میگه برو بابا یک روده خر و گوسفند و روده شتر و روده خوک براتون به نام ساندویچ ساسیج روان کردیم خوردین که 100 سال دعا کنین قبول نمیشه. چون رسول الله چی گفته؟ عطب مطعمک. این تقوای مالی هست. غذایی را که میخوری پاک بگردن. برش میگه که او برادر جان تو خب بسیار با تقوا هستی، نخوی گوشت مرغ چیز است، بیا استاد حال خامده گمش کو، حال خاوردن دیگه میره بخوریم باز دیگه دفعه. این تقوای چی شد؟ مالی. عایدات و مصارف، از کجا پیسه آمده و در چی مصرف میکنی و کدام غذا را میخوری. در سیستم‌های دموکراسی و آزادی است، نه؟ آزادی گوشت‌های مردار، آزادی شراب، آزادی گناه. آزادی چی مانا؟ کلش آزاد است. مسلمان که از چی است؟ میگه مسلمان که است از دنیا سجن المؤمن، دنیا زندان مؤمن است. چرا زندان مؤمن است؟ پیسه داری شراب خوردن نمیتونی، مثل که در زندان است. در زندان که باشی جیبت پیسه پر باشه بعد میگه یک گلاس یک بوتل آب بخر، میگه نه اجازه نیست بشی قرار. رسول الله میگه دنیا کلش چی است برای مسلمان؟ زندان است. امکانات زنا داری، از ترس الله زنا کردن نمیتونی. امکانات سرقت برات پیدا میشه، اونجا خوب سرقت هم میه، خوب مفت میه پیشت، والا ما گرفتن نمیتونم. مال حرام برات میگرفتن. یعنی می تقوا هست، یعنی می تقوا هست. پس این تقوای مالی هست.